برزیل، سرزمین فوتبال، کشوری که برای دومین بار میزبان بزرگترین جشنواره فوتبال جهان است. این دومین دوره پیاپی است که این جام به نیمکره جنوبی می‌رود. اما برزیل نسبت به آفریقای جنوبی میزبان دوره پیش وسعت بیشتری دارد و آب و هوای متغیرتری. شروع تابستان در نیمکره شمالی، شروع زمستان در نیمکره جنوبی است. بنابراین برزیل در زمستان میزبان 32 کشور و هوادارانش است. در جنوب حاره‌ای برزیل، شهرهای پورتو آلگرو و کوریتیبا واقع شده. سردترین منطقه که دمای آن بین 10 تا 20 درجه سانتیگراد خواهد بود و احتمال بارش برف و باران زیاد است. در پورتو آلگرو ورزشگاه بیراریو با ظرفیت 51300 نفر واقع شده. 4 بازی از مرحله گروهی و 1 بازی از مرحله 1/8 نهایی در این ورزشگاه انجام می شود. در شهر کوریتیبا ورزشگاه بایشادا با ظرفیت حدود 44000 نفر به تازگی بازسازی شده و تنها 4 بازی گروهی در این ورزشگاه انجام خواهد شد. در منطقه مرکزی برزیل، سائو پائولو بزرگترین شهر این کشور با ورزشگاهی به همین نام میزبان 6 مسابقه از جمله افتتاحیه جام جهانی خواهد بود. ورزشگاه تازه ساز سائو پائولو 68000 نفر ظرفیت دارد و پنجمین ورزشگاه بزرگ برزیل است. البته در مورد اتمام به موقع این ورزشگاه هنوز ابهاماتی وجود دارد. آب و هوای سائو پائولو و ریو دو ژانیرو تقریباً مشابه است. دمایی بین 17 تا 25 درجه و باران‌های پراکنده. در شهر ساحلی ریو ورزشگاه معروف ماراکانا واقع شده. این ورزشگاه کاملاً بازسازی شده و تقریباً 77000 نفر ظرفیت دارد. ورزشگاهی که میزبان فینال این دوره جام جهانی هم خواهد بود. شهرهای بلو هوریزونته، برازیلیا و کویابا در ماه‌های خرداد و تیر بسیار گرم است و بارش باران بسیار کم. در شهر بلو هوریزونته ورزشگاه 63000 نفری مینراو واقع شده. در این ورزشگاه بازسازی شده 6 مسابقه از جمله 1 نیمه نهایی انجام خواهد شد. در پایتخت برزیل ورزشگاه نوساز مانگارینشا با 70000 نفر ظرفیت میزبان 6 مسابقه از جمله بازی رده‌بندی خواهد بود. در شهر کویابا ورزشگاه پانتانال هم تازه ساز است. ورزشگاهی که حدود 43000 نفر گنجایش دارد و تنها میزبان 4 بازی از مرحله گروهی خواهد بود. منطقه شمالی برزیل استوایی است. در 4 شهر ساحلی سالوادور، رسیفه، ناتال و فورتالزا دما بین 22 تا 28 درجه ثابت میماند و بارش شدید باران باعث رطوبت بالا در این مناطق می شود. شهر سالوادور، سومین شهر بزرگ برزیل، ورزشگاه بازسازی شده فونتنووا را در خود جای داده. این ورزشگاه 56000 نفری میزبان 6 مسابقه از جمله 1 مسابقه از مرحله 1/4 نهایی است. در شهر رسیفه ورزشگاه پانامبوکو واقع شده. این ورزشگاه نوساز بیش از 46000 نفر گنجایش دارد و به جز 4 بازی گروهی میزبان 1 مسابقه از مرحله 1/8 نهایی هم هست. یکی از 6 ورزشگاه جدید برزیل در شهر ناتال ساخته شده. ورزشگاه 42000 نفره داستوناس تنها میزبان 4 مسابقه گروهی است. در فورتالزا ورزشگاه کاستلو کاملا بازسازی شده و حدود 65000 نفر را در خود جای می‌دهد. از 6 مسابقه‌ای که در این ورزشگاه برگزار می‌شود، 2 تای آن در مرحله 1/8 و 1/4 نهایی است. و سرانجام در میان جنگل‌های آمازون در قلب شهر مانائوس ورزشگاه جدید آمازونیا با بیش از 42000 نفر گنجایش قرار گرفته. اما در بین این 12 شهر شاید بیشتر توجه ایرانی‌ها به 3 ورزشگاه میزبان مسابقات تیم ملی فوتبال ایران و همچنین فینال جام جهانی در ریو دو ژانیرو باشد. شهری که می‌تواند برای میزبان رویای قهرمانی جام جهانی در خانه را به واقعیت تبدیل کند. اتفاقی که تاکنون برای برزیل پر افتخارترین تیم جهان نیفتاده. بسیار خوب. گزارش دیدیم که مجید نوریان تهیه کرده بود. ضمن اینکه از این لحظه یه مهمان جدید هم در برنامه ما اضافه شده، عباس رضوی، مربی سابق تیم ملی ایران، تیم استقلال که البته تجربه مربیگری در مجارستان رو هم داشتن. آقای رضوی، به شما خوش آمد میگم. آقای رضوی، به عنوان مربی با توجه به سابقه زیادی که در این کار دارید، اگه الان جای آقای کیروش بودید، بزرگترین نگرانی شما با توجه به اون گروهی که اونجا داریم می‌بینیم چی بود؟ والا من فکر میکنم تمام تیمایی که توی این شرکت کردن همه یک کنکور سختی رسیدن به اینجا و هیچ کدومشون به آسونی نمیتونن، سهل الوصول نیستن و کیروش هم به هر حال من فکر میکنم که گروه میتونه رضایتش رو برآورده، به خاطر اینکه از غیر از آرژانتین ما میتونیم مقابل بوسنی و نیجریه شانس داشته باشیم. چقدر شانس؟ در حدی که یعنی صعود کنه تیم ایران مرحله بعد؟
البته میدونید بازی‌ها همه سخته و تیم ایران هم هنوز زمان داره برای آمادگی بیشتر. تنها چیزی که من میتونم بگم اینه که غیر از تیم بوسنی، آرژانتین و نیجریه با این هوا و این دما عادت دارن و اونا تو این دما بهتر میدوئن. حالا شانسی هستش که اشکان گفت که تیم یه ما زودتر میره تو شرایط آب و هوایی میتونه خودشو وفق بده، ولی به هر حال میگم شانس ایران برای صعود هستش. بسیار خوب. الان صحبت شرایط آب و هوایی بود. نقشه‌ای رو میتونیم با هم دیگه ببینیم که آب و هوا رو در نقاط مختلف برزیل به ما نشون بده. اگه همکاران آماده بکنن این نقشه رو میتونیم با هم دیگه همین لحظه ببینیم که این وضعیت آب و هوایی در جاهای مختلف برزیل چطور هست. به حال در شمالش میدونیم که شرایط استوایی هستش و علاوه آب و هوایی بسیار درجه حرارت میتونه بالا بره. اینجا مثلا در مانائوس وضعیتیه که خیلی تشبیه میشه به شاید سونا برای خیلی‌ها، برای اینکه جنگل آمازون واقعا انگار که تو سونا میدوه دیگه. هرچی به پایین‌تر میایم در مناطق به هر حال مرکزی‌تر یه مقداری شاید هوا بهتر، این طرف سائو پائولو و اینا به خصوص، و در جنوب هم شرایط باز به حال کل برزیل رو میشه گفتش که یه شرایط نسبتاً دشواری هست، ولی شاید جنوب به نسبت مثلا شمال و مرکز یه مقدار اوضاع بهتری داشته باشه. حالا شما به عنوان مربی باز آقای رضوی فکر میکنید که این شرایط آب و هوایی رو غیر از این که حالا تیم جلوتر میره اونجا میخواد تمرین بکنه، چه راههای دیگه‌ای دارن مربی‌ها برای اینکه بخوان بدن بازیکن‌ها رو از الان آماده بکنن، حالا علاوه تغذیه، علاوه مسائل مختلفی که توی آب و هوایی سختن بدن بتونه جواب بده؟ خب قطعا ما توی اون درجه حرارت و تو اون شرایط اگه بتونیم تمرین بکنیم بدن ما آداپته میشه، عادت میکنه به اون شرایط جغرافیایی. ولی ما اگه یه نگاه بکنیم میبینیم هرگز تو جام‌های جهانی تیمی از آمریکای جنوبی در اروپا نتونسته مقام بیاره و هیچ تیمی هم از اروپا نتونسته در اونجا، و این نشون میده که به هر حال شرایط آب و هوا میتونه مؤثر باشه در توانایی یک بازیکن و یک تیم در مسابقات طولانی، به خصوص این تورنمنت به این سنگینی. بسیار خوب، خیلی ممنون، مرسی. بریم فعلا. فکر می‌کنم موقعیت خوبی هست در همین لحظه که بریم و اون جدول رو با هم دیگه مروری باز دوباره داشته باشیم برای کسایی که احیانا لحظه قرعه کشی رو از دست دادن. در گروه A برزیل، کرواسی، مکزیک و کامرون هستن. گروهی که حالا بعداً میشه در موردش با صحبت کرد، ببینیم که نظر هر کدوم از کارشناسای برنامه چیه. گروه B اسپانیا که قهرمان سابق، قهرمان دوره قبل در واقع اونجا هستش، با هلند و شیلی و استرالیا هم گروه شده. در گروه C کلمبیا رو داریم که رقباش یونان، ساحل عاج و ژاپن، تیم آسیایی ژاپن رو داریم اونجا، و نهایتاً در گروه دی اوروگوئه، کاستاریکا، انگلستان و ایتالیا. اما این ور شاید این یکی از اون گروه‌ای بودش که خیلی اعتقاد داشتن به حال آسان‌ترین گروه به نوعی سوئیس، اکوادور، فرانسه، هندوراس، و در گروه F آرژانتین، بوسنی و هرزگوین، ایران و نیجریه، و گروه G آلمان، پرتغال، غنا، آمریکا، و نهایتاً آخرین گروه بلژیک هستش که الجزایر، روسیه و کره جنوبی در اونجا هستن. اما حالا که گروه بندی ها مشخص شده و دیگه میدونید که تیم‌های محبوب شما از جمله ایران با چه تیمایی هم گروه شدن، با ما میتونید تماس بگیرید و بگید که چقدر از وضعیت جدول و گروه ها راضی هستید. فکر می‌کنید که ایران چقدر شانس داره که از این گروه صعود بکنه؟ با این گروه بندی ها الان شما شانس کدوم تیم‌ها رو برای صعود به دور بعد و حتی قهرمانی تو جام جهانی بیشتر از بقیه میدونید؟ با ما حتما تماس بگیرید با شماره‌ای که براتون الان میخونم: 2044 207 765 2077 2044 207 765 2078. شماره SMS گیر ما 2044 77 86 201 127 و 2044 77 86 200 548. آدرس ایمیل برنامه shoma@bbc.co.uk. مثل همیشه فیسبوک و توییتر هم یادتون نره، شناسه ما در توییتر @bbc Persian Sport. همینجا فرصتی هستش که بریم پس بنابراین با بیننده ها از طریق تلفن ارتباط بگیریم. مرجان از تهران روی خط 1 و بعد هم با کیهان از السالوادور روی خط 2 صحبت خواهیم کرد. مرجان از تهران، شما فکر می‌کنید که وضعیت ایران در این گروه الان چگونه است و چقدر شانس صعود داره به دور بعد به اعتقادتون؟ سلام عرض می‌کنم به شما و مهماناتون توی استودیو و بینندگانتون. واقعیتش اینه که من به شدت از این گروهی که هستیم به شدت خوشحالم و یه دلی دارم از آقای تقوی به عنوان فوتبالیست چجوری میتونن یه نظریه قطعی راجع به فوتبال بدن که از الان قابل پیش بینیه که ایران آرژانتین قطعا همه تیم‌ها رو خواهد زد. من فکر می‌کنم مثلا این قابل پیش بینی نیست و از اونجا که بچهای تیم ایران تک تکشون با همون ذره‌بین کیروش از تیم اروپا از تیم‌های درجه 2 انتخاب شدن بسیار انگیزه‌مندن که خودشون به تیم‌های درجه 1 برسونن.
و چندین عامل دیگه هست، من جمله خودباوری این بچه‌ها، من جمله این حمایت میلیونی ملت ایران. فکر می‌کنم اتفاقا شاید بازی کردن در برابر آرژانتین یکی از مهیج‌ترین و یکی از زیباترین بازی این دوره باشه و من صادقانه بگم احساسی که از این گروه دارم، فکر کنم ایران و آرژانتین صعود خواهند کرد. بسیار خوب. فکر کنم دو سه تا نکته اینجا مطرح شد. اول به شما آقای تقوی گفتن که چطور میشه پیش بینی کرد. گفتم روی کاغذ خب یه چیزی تو فوتبال که معمولا کارشناسی میشه. بله تو فوتبال خیلی اتفاقات ممکنه بیفته، اما شما نمیتونید ببینید اگه آرژانتین مثلا با ایران بازی کنه، اگه 10 تا بازی کنن روی کاغذ 9 تا باید بگیم آرژانتین میبره، یه دونه ایران ممکنه ببره. این اتفاقات تو فوتبال هست. من بحثم این بود که آرژانتین به دلیل اینکه تیم قدرتمند گروه میتونه تیمو ببره، این به سود فوتبال ماست که میدونیم آرژانتین مثلا دیگه رفته بالا و تیم‌های دیگه باید با هم بجنگه برای مقام دومی. اینا همه البته روی کاغذه، اما اینکه ما بگیم ما میتونیم جلوی آرژانتین بازی کنیم و اون تیمو شکست بدیم، من فکر می‌کنم خیلی خوشبینانه است. اصولا شما معتقد که پیش بینی در عالم فوتبال چرا نمیشه کرد؟ نه کارشناس کارش فعلا پیش بینی این نیست که ما بگیم که آقا استثناء همیشه وجود داره، ولی همیشه گفتن استثناء قانون تایید میکنه. ما میگیم استثناء، ما میگیم که ما میتونیم جلوی آرژانتین بازی کنیم، ولی اینکه بازی کنیم آرژانتین رو ببریم من زیاد فکر می‌کنم خیلی خوشبینانه است که بخوام اینجوری صحبت کنیم. بدونید که مرجان از تهران که الان داشتیم باهاش صحبت می‌کردیم، آیا راضی است از این پاسخ یا نه همچنان فکر می‌کنه که غیر قابل پیش بینیه؟ مرجان اتفاقا خیلی نکته بسیار زیبایی گفتن. من فکر میکنم دلیل این که آقای کیروش دانیال داوری رو به رحمتی ترجیح میده به خاطر هم منتالیتی ایرانیه. یک ایرانی همیشه اینجوری فکر میکنه، ولی یک کسی که تو اون لیگ‌ها تو اونجا بازی کرده، ذهنیتی که مقدار بازتره. اتفاقا من فکر میکنم اشکان دژاگه با من موافق باشه به این دلیل که وقتی که تو این شرایط قرار میگه آره توی روی کاغذ 100% آرژانتین ما رو خواهد برد، ولی یادمون باشه که این انگیزه ها و یک مربی که واقعا کارشو بلده و خودش تو این چندین دوره تو دورهای قبل با تیم‌های دیگه به اثبات برسونه. من فکر می‌کنم الان شنیدن این که روی کاغذ خواهیم برد یا برد همه بهش فکر میکنه، ولی من ترجیح میدم به اشکان دژاگر بگم که من فکر میکنم که شما میتونین ببرین، حداقل یه مساوی، نمیخوام بگم ببرین، مساوی کنین و مطمئنم بازی فوق‌العاده زیبایی خواهد بسیار خوب. خیلی ممنون. قبلا حتی واکنش اشکان رو به بازی با آرژانتین شنیدیم که معتقده که به حال میشه جلوشون قد علم کرد. کیهان از السالوادور، شما چی فکر می‌کنی؟ فکر می‌کنی که شانس ایران در این دوره با توجه به قرعه‌کشی که داریم می‌بینیم چطوریه؟ سلام عرض می‌کنم به شنوندگان عزیز در سراسر دنیا، مخصوصاً دوستان و طرفداران تیم در ایران. خوشحالم که خانم مرجان نظریه بسیار زیبایی دادن و خوشحالم که خانم خوش‌صدایی و خوش‌سلیقه‌ای به جمع آقایون هستن در این نظر دادن و خیلی خوبه که کم کم خانم‌ها در سطح فوتبال باشن و من واقعا خوشحالم، نظرشون خیلی خوشم اومد به خاطر اینکه توی شانس فوتبال بعضی وقتا یعنی نمیشه 100% پیش بینی کرد، ولی از نظر علمی اگر ببینیم، از نظر تاریخی و بازی بچه‌ها ببینید در همین دورانی که بهشان آماده میکنن جام جهانی، مقدمات جام جهانی، خب آرژانتین میبینیم که دیگه آرژانتینه و نمیتونیم با اون ستاره هایی که داره بخوایم باهاشون مقایسه بکنیم خودمون، ولی بهتری که از الان خودمون رو بازنده حس نکنیم. من فکر کنم که استراتژی مربی خیلی مهمه. الان فکر کنم که گروهی که افتادیم میتونه یعنی راحت‌ترین گروهی باشه که باشیم، چون آرژانتین ممکنه جای خودش رو داشته باشه، نیجریه تیم ضعیف نیست، بوسنیا هم نیست، ولی قبل از اینکه قرعه کشی بشه من یک امکان 10% میدادم به ایران بتونه بره، ولی الان فکر کنم یه مقدار بیشتر امکان داریم، 20% امکان داره بریم. بسیار خوب. خیلی ممنون از شما. مرسی به هر دو نفر، مرجان و کیهان. خداحافظی بکنیم. در مورد نیجریه هم مقداری صحبت بکنیم، هم شما آقای دژاگه هم آقای رضوی. ببینید که نیجریه از لحاظ فیزیکی اولا که چه شرایطی داره و بعد از لحاظ حالا استراتژیایی که ایران میتونه توی بازی با نیجریه داشته باشه که بتونه عملاً نتیجه خوبی به دست بیاره. به اعتقاد شما نیجریه رو در کجا برای ایران قرار میده از لحاظ سختی و دشواری؟ حالا هر کدوم که آماده هستید شروع کنید. من فکر میکنم که با بازگشت به سوال اول در مورد آرژانتین، من فکر میکنم که انگیزش برای بازی با تیمای بزرگ به مراتب برای ایران بالاتر، بیشتره، به خاطر اینکه بازیکنای نامدار و پرستاره تیم آرژانتین قطعاً
با شرایط حرفه‌ای که دارن یه مقداری واهمه از ساقاشون هم دارن و به همین میتونه آدم ببینه که تیم‌های بزرگ اکثرا مقابل تیم‌هایی که بیشتر کوشش میکنن، انگیزه بیشتری دارن، نتیجه رو واگذار میکنن. بنابراین من فکر میکنم که مقابل آرژانتین تیم ایران میتونه خوب بازی کنه، اما در مقابل تیم نیجریه، یه تیم سختکوش آفریقایی که قهرمانی رو همراه خودش آورده، به جام جهانی قهرمان قاره خودش شده، من فکر میکنم کار سختی هست، تیم سختی هست با فیزیک خوب و انگیزش بالا. اونا میان که در دنیای حرفه‌ای بازیکناشون بتونن توی تیم‌ها جایی برای خودشون پیدا کنن و این انگیزش اونا کار ما رو سخت میکنه. ولی من همونجوری که گفتم این گروه ما شانس داریم و میتونیم توی این گروه با تلاش بچه‌ها انشالله بیام. ضمن که اشکال دژگم خیلی کوتاه اگه بتونی بگی که آیا سابقه اصلا بازی مقابل تیم‌های آفریقایی رو قبلا داشتی، در مثلا وقتی که در تیم جوانان آلمان بازی می‌کردی، میدونی این تیم‌ها اصولا چه نکته مثبت و قوی درشون هست؟ خیلی کم، ولی من با خیلی از بازیکن‌های آفریقایی تو تیمایی که بودم بازی کردم. یکیش هم همون اوبافیمی مارتینه که نمیدونم هنوز تو تیم ملی نیجریه بازی میکنه یا نه. میدونم که بازیکنایی هستن که خیلی فیزیکی بازی میکنن و بدنشون خیلی با بدن کار میکنن و سخت میشه. و اینکه نیجریه همیشه تیمی بودش که قبلش هم همیشه تو ورلد کاپ بودن و فکر میکنن این دفعه هم اونا هم سعی میکنن بازی‌های ما ایران و بوسنیا بجنگن و بتونن این بازی‌ها رو ببرن. و اینکه هم بوسنیا هم نیجریه هم ایران میدونن که آرژانتین سخت میشه، به این بازی‌های ایران و بوسنیا نگاه میکنن دیگه. بسیار خوب، خیلی هم ممنون، مرسی. بریم حالا لحظه‌ای که گوی ایران از گلدون سوم بیرون اومد رو با هم دیگه ببینیم. فابیو کاناوارو کاپیتان سابق تیم ملی ایتالیا بود که در واقع گوی ایران رو از گلدان در آورد و مشخص کرد که ایران با تیم‌های نیجریه، آرژانتین و بوسنی و هرزگوین هم گروه هستش. با هم دیگه داریم می‌بینیم این صحنه رو الان. در گروه F، گروه ششم مسابقات که ایران اولین بازی خودش رو با نیجریه انجام میده. 16 ژوئن سال آینده در شهر کوریتیبا این بازی انجام خواهد شد. بعد از اون ایران با آرژانتین در شهر بلو هویریتزونه، اگه درست تلفظ کرده باشم، مسابقه خواهد داد. ورزشگاهی که بیش از 62,000 نفر ظرفیت داره. و آخرین مسابقه ایران در شهر ساحلی سالوادور با تیم بوسنی و هرزگوین انجام خواهد شد. این لحظه‌ای هستش که تیم ایران نامش از گوی بیرون اومد و اعلام شد که در گروه F مسابقات همراه با آرژانتین، بوسنی و هرزگوین، ایران و نیجریه در واقع در یک گروه با هم دیگه حضور دارن. بسیار خوب، بریم و این صحنه‌ای که دیدیم رو فعلا قطع بکنیم. نوبت شما هست باز که صحبت بکنید. شاپور از تهران روی خط 1 و وحید از تورنتو رو خط 2 همراه ما هستن. شاپور، فکر می‌کنی که در این دوره اصولا کدوم تیم بیشتر از همه شانس قهرمانی داره؟ حالا در مورد ایران هم حتما نظری داری، ولی فکر می‌کنی شانس اول قهرمانی با توجه به گروه بندی که صورت گرفته برای کدوم تیم الان؟ برزیل حرف اولو میزنه. چرا؟ فقط برای اینکه طرفدار برزیلی یا به خاطر گروه بندیش فکر می‌کنی یا به خاطر میزبانی؟ هر سه تا گزینه. و بازیکن مورد علاقه تو تیم برزیل کیه؟ همه‌شون مورد علاقه منن. ولی یه مسئله ای رو بله ادامه بده. یه مسئله ای رو می‌خواستم بگم. حتما. اینی که در رابطه با این شنیده هایی که بود با بچهای مختلف صحبت کردین از کشورهای مختلف، من نظرم این هستش که 70 میلیون ایرانی با دعایی که میکنن این بچه ها رو هدایتشون میکنن برای قهرمانی و بچه ها با عشق و علاقه بازی خواهند کرد. باید با آقای کیروش اعتماد داشته باشین. این آدم با تفکراتی که داره 100% ما رو به مرحله دوم خواهد کشون. از اشکان دژگه میخوام بدونی که 70 میلیون ایرانی دوستش دارن چون خون ایرانی تو تنشه. هر وقتم تو زمین رفتن با یه یا علی همه چی حل میشه. همونطور که رضا زاده با یه اولفصل که میگفت تمام اون قدرتشو میذاشت اون وزنه رو میزد. ما شیعه علی ابن ابی طالب، یادتون باشه تو زمین یه یا علی. این غیرت رو تو ایرانیا داریم ما.
خیلی ممنون. نکته‌ای رو که داره میگه الان دقیقاً اشکال اون بحث روحیه‌ای هستش که حالا هر تیم یه جور برای خودش سعی می‌کنه این روحیه رو ایجاد کنه دیگه. بعضیا با تمسک به مسائل دینی مثلا، بعضی ممکنه اون روحیه گروهی رو به شکل‌های مختلف ایجاد کنن. تو تجربه‌ای که در آلمان و ایران داشتی اگه بخوای مقایسه بکنی فکر می‌کنی این روحیه از طریق چی میتونه ایجاد بشه؟ مربی‌ها کی میتونن به تیم این روحیه رو به شکلی بدن که تاثیرگذار باشه تو بازی‌ها؟ تو ایران آیا این روحیه رو گرفتی تو عملاً؟ بله حتما. برای اینکه ما قبل از بازی همه با هم دیگه یا علی رو میگیم و میدونیم که هر بازیکن واسه اون یکی میجنگه تو زمین و اینو کارلوس کیروش تونست به تیم بگه و ما هم انشالله بتونیم اینو تو برزیل هم انجام بدیم. پس اون روحیه گروهی رو فهم می‌کنه ایران تونسته به وجود بیاره. بسیار خوب. با وحید از تورنتو رو خط 2 فرصتی هست که صحبت بکنیم. وحید شما چی فکر می‌کنید؟ شانس اول قهرمانی در این دوره برای کدوم تیمه و جایگاه ایران رو خوب می‌بینی یا نه؟ با سلام. من بهترین حالا تیم‌ها رو همون تیم‌های در واقع میزبان که برزیل باشه، آرژانتین که در واقع در همون قاره داره برگزار میشه و آلمان و اسپانیا رو می‌بینم. فکر کنم حالا من برخلاف بقیه شاید حالا میگن تیم‌های اروپایی شاید تو آمریکای جنوبی مشکل دارن، ولی من نقش در واقع شانس آلمان رو زیاد میدونم و شاید بهترین تیم به لحاظ بازیکن هنوز شاید به نظر من تیم اسپانیا میتونه باشه. یه مقدار تیم برزیل و من به غیر از میزبانی به لحاظ اون بازیکن‌های بزرگ هنوز کلیدی یه مقدار اونایی که در واقع میتونن نقش تعیین بکنن یه مقدار هنوز ضعیف میدونم نسبت به اون سه تا تیم دیگه. و درباره تیم ایران هم به نظر من خوشبین فکر میکنم. حالا غیر از آرژانتین ما در واقع شانس داریم در واقع بقیه تیم‌ها نیجریه و بوسنی، ولی خب اونا هم در واقع شانس قائل هستن برای خودشون در مقابل ایران. در حال یعنی این تفکر بقیه اونا هم هست، ولی ما خودم به عنوان ایرانی خوشبین فکر میکنم و فکر کنم مهم اینه که تیم ما بره اونجا و در واقع 3 تا بازی خوب، 3 تا بازی در واقع خیلی آبرومندانه داشته باشه. و یه سوالی هم داشتم از آقای تقوی. حتما بفهمید. میخواستم بدونم تو این فاصله تا جام جهانی نقش لیگ برتر رو چقدر میدونن؟ حالا ما یه مقدار فکر کنم کیروش در واقع رو آورده به سمت بازیکنای خارج کشور که فکر کنم تفکر درستی هست، ولی خب نقش لیگ برتر به هر حال اونجاست که در واقع بازیکنان مثلا هنوز دارن پخته میشن و تو کوران مسابقات هستن. یکی اینو و من فکر کنم هنوز مهدی رحمتی میتونه واقعا حالا با قرعه‌ای هم اومده 100% هنوز بهترین دروازه‌بان ایرانه. حالا هم درباره مهدی رحمتی هم نقش دیگه برتر. سوال بسیار دقیق و خوبی بودش. با شما شروع می‌کنم. آقای تقوی فکر می‌کنید که واقعا لیگ برتر ایران الان میتونه کمک بکنه در این شرایط تو 6 ماه آینده برای تربیت بازیکن‌ها؟ خیلی واقعا میتونه به فوتبال ما کمک کنه تو این مدتی که ما می‌خوام بریم برای جام جهانی. نباید مثل فوتبال انگلیس باشه که بازیکن‌ها رو خسته و فرسوده بکنه وقتی وارد بازی جام جهانی میشن با یک بدنه فرسوده. من معتقدم که باید یه برنامه‌ریزی درستی بشه که این بازی‌ها بیشتر از اینکه زودتر تموم بشه کیفیت خوبی داشته باشه. اون برمیگره به مسئولین فدراسیون فوتبال، مسئولین لیگ برتر چجوری مسابقات رو زودتر تموم کنن. آقای کرش خیلی تاکید داره که این بازی‌ها زود تموم بشه که البته حرفشون هم درسته با توجه به اینکه میگه فوتبالیست‌های ایرانی آنچنان از تفکر حرفه‌ای برخوردار نیستن. میخواد زودتر این بازیکن‌ها رو ببره تو اردوهای بلند مدت که البته در حال حاضر این اردوهای بلند مدت تو دنیا منسوخ شده، اما من فکر می‌کنم به فوتبال ایران جواب میده. من فکر می‌کنم باید لیگ هر زودتر تموم بشه که بازیکن‌ها بیشتر در اختیار آقای کیروش باشن. در ارتباط با آقای رحمتی هم من فکر می‌کنم که ببینید آقای کیروش یه سیاستی رو داشتن که سیاست درستی هم بود که بازیکن باید در اختیار تیم ملی باشه، اما مربی‌ها بیشتر باید بازیکن‌ها رو در واقع میتونیم بگیم تعلیم بدم. من فکر میکنم در این شرایط مهدی رحمتی، نظر شخصی منه، اون آقای کیروش بسیگه، مهدی رحمتی میتونه به فوتبال ما کمک کنه، مخصوصا که الان فهمیده حتی اگه تیم ملی هم نباشه کسای دیگه هستن. مهدی رحمتی توی مقطعی خیلی به فوتبال ما کمک کرد و شخصا معتقدم تو این شرایط
اگر این شرایط به وجود بیاد آقای کریشون رو ببخشه و برگرده به تیم ملی و به تیم ملی ما کمک کنه، ما یه بازیکن، یه دروازه‌بان خوبی داریم که تجربه جام جهانی پیدا میکنه و میتونه تو آینده به فوتبال ما خیلی کمک کنه. بسیار خوب. قبل از اینکه بریم تلفن‌های بعدی بگیریم آقای رضوی، یه نکته در صحبت‌های وحید بودش که میگفتش که استفاده از لژیونرها، بازیکنایی که در لیگ‌های کشور دیگه بازی میکنن، اتفاق خوبیه که تو ایران داره میفته، اما به خاطر همین مسئله خیلی از کیروش میدونیم که انتقادهای زیادی میکردن، میگفتن چرا فقط از بازیکن‌های خارجی داری استفاده می‌کنی، بازیکن‌های داخل لیگ برتر رو چرا به کار نمیگیری؟ شما نظرتون چیه در مورد این کار؟ خب من فکر میکنم که یه مربی در سطح تیم ملی باید امکان و زمان اینو داشته باشه که بتونه اون خواسته ها و دیدگاه خودش رو طبقه بندی کنه و انجام بده. متاسفانه کیروش اینو نداشته و این خودش باعث میشه که در جهت هماهنگی تیم نتونه موفق بشه و به همین خاطر روی آورده به بازیکن‌هایی که در لیگ حرفه‌ای اروپا با سطح بازی بالاتر، من نمیخوام بگم یه بازیکنی ضعیفتر از بازیکن‌های لیگ اروپا است، ولی ما باید بپذیریم که بوندسلیگای آلمان، لیگ انگلیس، لیگ بلژیک و لیگ اسپانیا از لیگ ما قوی‌تره و آگاهی و بازیخونی بازیکنایی که تو این لیگ ها بازی میکنن میتونه کمک فکری خیلی زیادی برای مربی تیم ملی باشه. ضمن اینکه ما باید قبول داشته باشیم فوتبال آسیا به خاطر شرایط مسابقاتش، به خاطر اینکه آسیا همیشه تو آسیا بازی میکنه، سطح فوتبالش این کار فیفا هستش که باید یه کاری بکنه که برای ارتقاء سطح فوتبال آسیا یه کاری بکنه که در نزدیکی فوتبال حرفه‌ای، فوتبال بهتر دنیا همیشه بتونه ارتباط داشته باشه. شما نگاه میکنید در همسایگی ما تیم ترکیه به خاطر اینکه در اروپا بازی میکنه یه فوتبال خیلی بهتری رو داره انجام میده. شما نگاه کنید تیم آذربایجان داره میره به یه شکل دیگه ای و این فقط گناه لیگ ما نیست، گناه بازیکنان نیست. ما تا وقتی که در آسیا، در مسابقات آسیا، در باشگاه‌های آسیا کار میکنیم، این خودش سطحی داره و این سطح خودش میاد نشون داده میشه در سطح ملی ما. ولی به هر حال من فکر میکنم که مربی تیم هستش که نگاه میکنه که افرادی رو که میگیره در چارچوب فکری خودش چجوری هماهنگ میشن و به عقیده من وقتی که یه مربی تا این نقطه تونسته موفق بشه ما باید حمایتش کنیم، ما باید قبولش کنیم تا اون بتونه به اهدافش برسه. ضمناً ما در این دسته‌بندی که شده ما الان یک اطلاعاتی داریم، ما الان میدونیم که در یک هوای گرم باید بازی کنیم، ما نگاه میکنیم یه حریفی شبیه نیجریه باید برای تدارک چند تا پیدا کنیم، ما تیم‌های ردیف بوسنی هرزگوین که تیم‌های اروپا شرقیه میتونیم تو این فاصله مسابقات متعددی انجام بدیم، ما میتونیم شبیه نظیر آرژانتین نمیتونیم پیدا کنیم ولی میتونیم تیم‌های جنوب اروپا رو اگه میتونیم باشون تماس داشته باشیم و همینطور شرایط جغرافیایی، شرایط آب و هوایی مناسب، یعنی در واقع زمینه برای برنامه‌ریزی دیگه ما الان هنوز هم میتونیم که الان با اطلاعاتی که داریم خودمون رو آمادگی بیشتر آماده کنیم برای این مسابقات و واقعا وقت خوبی است. بسیار خوب، خیلی ممنون. با شاپور از تهران خداحافظی بکنیم. علی از لندن روی خط یک با ماست. علی، فکر می‌کنی قهرمان این دوره جام جهانی با توجه به گروه بندی که صورت گرفته کی میتونه باشه و گروه ایران آیا گروه خوبی هست براش نه؟ من سلام عرض میکنم. در پاسخ به سوال اول باید بگم که قهرمان دیگه واقعا اگه انصاف رو در نظر بگیریم و کیفیت تیم‌ها در نظر بگیریم آلمان هستش به نظر من. در پاسخ سوال دوم من خدمتتون میگم ببینید ما باید ببینیم که اگر ما ایران تو گروه ای میافتاد الان با سوال ما این بودش، الان فرانسه میاد جای آرژانتین رو میگه، ما میگفتیم خب با فرانسه شانسی نداریم یا سوئیس از نیجریه قوی‌تر، سوئیس از یک سطحی برابر با نیجریه داره، خب به هر حال باز با سوئیس همین بحثای مثلا که با نیجریه ما داریم. ما باید خودمون رو از لحاظ اعتماد به نفس به لحاظ روانی بازیکن‌ها رو باید آماده بکنیم که در حال جام جهانی هستش و بحث روانی بسیار مهم هستش. من نمیگم آرژانتین رو میبریم ولی چرا ما نباید ببینیم که در مقابل آرژانتین میتونیم تساوی رو بگیریم؟ چرا باید از
با روحیه از پیش باخته بریم با آرژانتین بازی بکنیم. مثلا بعدی این که برای ایران خوب شد تو این گروه افتاد به خاطر این هستش که فدراسیون میتونه در حال برنامه‌ریزی بهتری برای ایران داشته باشه. به جایی که اگر شاید تو گروه ای میافتادیم میرفتیم با تیمایی مثل کامبوج و نیکاراگوئه بازی میکردیم، الان تو این گروه افتادیم خب میتونیم با تیمایی بازی کنیم که صاحب سبک فوتبال هستن. و مطلب آخری که میخوام بگم بعد سوالم برم این هستش که بهتره که دوستان زیاد در مورد آیا این بازیکن تو تیم ملی بودش یا نبودش، بهتر بود یا نبودش، اینا زیاد بحث نکنید، چون ما بدون بعضی از بازیکن‌های کلیدی که حالا اسمشون برده شد ما رفتیم جام جهانی و به نظر من کیروش مربی هستش که کار خودشو بلده. پس روی بحثا نباید زیاد گزینه‌ای بخوام بحث بکنیم که این باشه یا اون نباشه. اما سوالی که من از آقای تقوی داشتم در مورد تعامل بین مربیای باشگاهی و مربی تیم ملی هستش. ما یه زمانی میگفتیم برای تیم ملی باید مربی بزرگ بیاریم، حالا به حال کاروش یک مربی شناخته شده است. حالا که آوردیم ولی می‌بینیم متاسفانه بین مربیای باشگاهی ما با کاروش اصلا تعامل نیست یا اگر هست بسیار در سطح کمیه. نمونهش همون کلاس آموزشی فوتبالی بود که در ایران برگزار شد، به حال از چند نفر دعوت که اما مربیای شاید از تیم‌های باشگاهی فقط 3-4 نفر حضور داشتن. چرا این تعامل وجود نداره؟ چون برای تیم ملی خوبه. بسیار خوب، خیلی ممنون، مرسی. آقای تقوی پاسخ شما چیه؟ من فکر می‌کنم خیلی سوال جالبی بود. من وقتی اینجا توی یک سری کلاس صحبت می‌کردیم، وقتی که میگفتم کیروش مربی تیم ملیه، خیلیشون البته متوجه نمیشن کیروش کیه. اینا خودشون کیروش کویروش صدا میکنن. وقتی می‌نویسن کیروش همون کیروزه، خیلی میگفتن یعنی واقعا مربی تیم ملی ایران، این خیلی مربی خوبیه، این اصلا یک تنها مربی در تاریخ فوتبال منچستر یونایتد بوده که تونسته تاثیر بذاره رو تفکر آقای فرگوسن و تغییر بده. من فکر می‌کنم واقعا آقای کیروش یه مهره‌ای الان تو فوتبال با که مربیای من خودم اگر شخصا تو ایران بودم فکر می‌کنم حتی یه روز تمرینشون از دست نمیدادم. متاسفم که من می‌بینم مربیای داخل ایران کمتر از این موقعیت استفاده میکنه. آقای کیروش نشون داده که خیلی دوست داره با مربی ایرانی تعامل داشته باشه، اما مهمترین چیزی که به نظر من فکر میکنم این تعامل به وجود نمیاد به این دلیل که بیشتر مربیای ما با توجه به احترامی برای همشون قائلم، قصدم ندارم بی احترامی بهشون بکنم، اما فکر میکنم ارتباط کلامی که بیشتر مربیای ما زبان انگلیسی بلد نیستن باعث شده که نتونن ارتباط برقرار کنن، که در حال حاضر دونستن زبان خارجی و بین‌المللی که از مهمترین فاکتورهای مربیای بین‌المللی و حرفه‌ایه. من فکر می‌کنم مربیای ما باید اول این زبانشون درست کنن و این آقای کیروش 3 سالی که تو فوتبال ما بود، 3-4 سال، هنوزم دیر نشد. من میگم 6-7 ماه دیگه مونده. اصلا این 6-7 ماه که خوب، حتی باید از یک روز به روزی که آقای کیروش تو فوتبال ما حضور داره همه استفاده کنیم، نه تنها بحث فنی، اتفاقاتی که تو فوتبال میفته، تصمیمایی که آقای کیروش میگیره. ببینید ایشون گفتن که ما نباید در مورد بازیکن صحبت، من 100% حقو به آقای کیروش میدم که ایشون تصمیم میگیره در مورد چه بازیکنی باشن و چه بازیکنی نباشن. بحث من اینه که ما فوتبالمون یه سرمایه‌ای داره. من نظر شخصی خودم از لحاظ ایرانی بودم میگم، نه از لحاظ جایگاه آقای کیروش. آقای کیروش مربی هستش که فلسفه مربیگریش ایجاب میکنه که بهترین نظم رو تو تیمش برقرار کنه، هیچ شکی هم توش نیست. اما من به عنوان یه ایرانی نظرم اینه که ما یه سرمایه‌ای داریم، میتونیم این سرمایه‌ها رو یه مقدارش رو حالا تعدیل بدیم، حفظشون کنیم، هدرشون ندیم. بس این بوده. بسیار خوب، خیلی ممنون. بذارید من از آقای رضوی اینجا یه سوال دیگه مطرح بکنم. سال 78 که به حال جام جهانی آرژانتین بودش، تیم ایران اولین بار تونست به جام جهانی در همون دوره در واقع صعود بکنه. شما اون زمان در فوتبال ایران بودید، مربی تیم ملی هم بودید، البته فکر می‌کنم حضور نداشتید در آرژانتین. اگه بخواید یه مقایسه بکنید بین سطح فوتبال ایران در اون زمان و اینکه چه اقداماتی کرد فدراسیون در اون دوره برای اینکه تیم ملی آماده بشه برای جام جهانی با وضعیت الان اگه بخوایم مقایسه کنیم، چی میگید؟ ما البته نمیتونیم فوتبال اون موقع رو با الان مقایسه کنیم و شرایطش هم قطعا همینطوره، ولی میتونیم بگیم که خب ایران از یک کنکور سختی به جام جهانی رفت. الان 32 تا رفتن، اون موقع 16 تا رفتن. یعنی در سطح خودش خب کار بسیار دشواری بوده که ایران جزو 16 تای منتخب جام جهانی باشه. ولی اون چیزی که تو خاطره من هست، چون من خودم به عنوان کمک تیم ملی انتخاب شدم که همراه تیم باشم و از تیم برق شیراز با همراه با قشقاییان و عبداللهی و فریاد شیران قرار بود که ملحق بشیم به تیم. منتها در راه شیراز تهران تصادف کردم و لباسای تیم ملی رو تخت بیمارستان گرفتم و تیم همراه رفت آرژانتین. ولی خاطراتی که از اونجا دارم که تیم ما به عقیده من
افتخار بزرگی بود که تونست توی اون زمانبندی بتونه خودش رو به جام جهانی ببره، ولی فدراسیون بسیار امکانات آمادگی برای تیم از قبیل مسابقات متعدد، تدارکات فراوان قائل بود و تیم ما از این نظر هیچ کمبودی نداشت. اشکان دژاگه خیلی اونجا آروم و ساکت نشسته، چیزی هم نمیگه. فکر کنم در مورد گلایی که قرار بزنی فکر می‌کنی ها؟ نگه می‌داره تو زمین. پیش بینی خودت چیه اشکان؟ فکر می‌کنی چند تا گل بزنی؟ سعی میکنم زیاد گل بزنیم و دیگه حداقل بگو که ما خیالمون راحت بشه دیگه. چند تا بگم؟ تو هر بازی یه گل رو میزنی ان شاء الله. خیلی ممنون. مرسی. با علی از لندن و وحید از تورنتو خداحافظی بکنیم. اینجا فرصتی هست برای اینکه ایمیل هایی رو که شما فرستادید بخونیم. البته بگم که در شبکه‌های اجتماعی الان بسیار فعال هستن کاربران ایرانی، دارن در مورد گروه بندی ایران نظر میدن و مینویسن. رحمان در فیسبوک BBC فارسی نوشته تیم‌های آسیایی ژاپن و کره شانس بیشتری برای صعود به مرحله بعد را دارند، ولی موقعیت ایران هم بد نیست، ولی بازی‌های دوستانه لازم است. هادی توییت کرده نوشته کاش ایران با برزیل و آلمان اسپانیا میافتاد تا سطح فوتبال ایران درست حسابی مشخص میشد. پیام هم از کرمانشاه پیامک زده در اس نوشته خیلی خوشحالم که در همچین گروهی افتادیم، مطمئن باشید که ایران و آرژانتین صعود خواهند کرد. ببینیم که آیا این پیش بینی درست از آب در خواهد اومد یا نه. علی از تهران فعلا رو خط 1 با ماست و فرهاد رو از قزاقستان داریم روی خط 2. علی تو هم پیش بینی میتونی بکنی در مورد اینکه ایران آیا صعود میکنه همراه با حالا آرژانتین یا هر تیم دیگه از اون گروه، یا فکر میکنی که ممکنه که این گروه براش گروه قابل صعود کردن نباشه؟ صدای منو داری؟ منم سلام. آره منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما میهمانان عزیزتون. مثلا اشکان عزیز تبریک بهش میگم، گل خیلی قشنگی رو زد دو شب پیش، خیلی خوشحال کرد همه رو، آمادگیشون نشون داد. امیدواریم که همینجور آماده بمونه و آماده تر هم بشه و بقیه بازیکن‌ها. جهانبخش عزیزم گل زد اون هفته و خیلی خوشحال شدن مردم وقتی آمادگی بازیکن‌ها رو می‌بینیم که یه خون تازه میده توی تیم ملی. و آرژانتین خب خدا هم مردم ایران رو دوست داره، خب خیلی از مردم دوست داشتن که با آرژانتین هم گروه بشن. توی نظرسنجی‌ها آمار خیلی بالایی بود و خب این اتفاق هم افتاد. گروه خیلی خوبیه، یعنی همه راضی‌ان، هم با تلاش خیلی زیاد شانس صعود هست، هم یه جایی هست که میشه با یه کشور خیلی بزرگ، قدرت خیلی بزرگ و ستارهشون مسی حالا به هر حال مقابله کنن و خب به شرطی که حالا توقع بیجا مثل 8 سال پیش ایجاد نکنن. دقیقاً حالا من مخالفم با نظر خانم مرجان، خوشبینی خیلی زیاد یه توقعات خیلی بدی ایجاد میکنه که 8 سال پیش ایجاد شد و جو خیلی بدی هم علیه بازیکن‌ها رئیس فدراسیون وقت ایجاد شد. آقای دادخان به اون شکل رفتن کنار. از دولت وقت رئیس سازمان تربیت بدنی از همون اول گفت ما پرتغال رو یه مساوی میگیریم، مکزیکو میزنیم، آنگولان که اصلا تیمی نیست در برابر ما بخواد وایسه و ما صعود میکنیم. یه همچین توقع کاذب ایجاد کردن، ضررش بعداً به تیم ملی، به بازیکن‌ها، به مربی، به فدراسیون، به خیلی جای دیگه می‌خوره، به کل جامعه فوتبال. فوتبال دیگه جای لذت بردنه دیگه. ما که مدعی قهرمانی نیستیم، باید بریم اونجا از اون جوی که ایجاد میشه لذت ببریم. بسیار خوب، خیلی ممنون. اما علی چون فرصت کمه اگه سوالی هم داری میتونی سوالتو مطرح بکنی. یه 2 هفته پیش من یک خبر می‌خوندم تو خبرگزاری‌ها، اینکه اشکان عزیز احتمال داره تیمش رو تو نقل و انتقالات زمستونی عوض کنه. می‌خواستم از سوال کنم خبر حقیقته یا اینکه مثلا خیلی چیزای دیگه دروغه؟ بسیار خوب. اشکان شنیدی سوالشو در مورد تغییر تیم؟ گفتش که خبری خونده که ممکنه بخوای تیمتو تغییر بدی، درسته یا نه؟ نه، من خیلی دوست دارم تیم فولامو و خیلی راضی هستم و هنوز خودم رو هنوز به اون صورت نشون ندادم که خودم دوست دارم نشون بدم، برای اینکه مصدوم شده بودم پارسال. نه، من هنوز قرارداد دارم اونجا و انشالله بتونم بازی‌های خوبی واسه فولهام، واسه تماشاچی فولهام هنوز نشون بدم. ولی اگه روزی هم از فولهام بخوای بری همچنان فوتبال انگلستان رو ترجیح میدی یا ممکنه کشور عوض کنی؟ نه، من از انگلیس خیلی خوشم اومده، از پرمیر لیگ خیلی همیشه دریمم بود که تو پرمیر لیگ بازی کنم و
سعی میکنم همینجا بمونم ببینیم چی میشه الان. بسیار خوب. فرهاد از قزاقستان رو خط 2. فرهاد شما اگه سوال خاصی داری اول سوالتو مطرح کن، در غیر این صورت بگو که وضعیت ایران رو الان در گروهش چطور می‌بینی، آیا شانس صعود داره یا نه؟ درود به شما و مهمان عزیزتون، مخصوصا اشکان دژاگه با اون چهره آریایی زیباش و اصیلش. من می‌خواستم مستقیما از خود اشکان سوال کنم که تو اردوهای تیم ملی بوده و بازی تیم ملی رو انجام داده. می‌خواستم ببینم که آیا ایشون تشخیص میدن اردوهای دراز مدت واسه تیم ملی مثبت هستش یا نه، با شناختی که از تیم ملی دارن و از کارلوس کیروش دارن. و سوال دوم و سوال که نه خواهشم از مربیای تیم ملیه که خودشون هماهنگ کنن با کارلوس کیروش که بازیکنایی که قراره واقعا تو تیم ملی بازی کنن رو اونا فشاری که کیروش میگه بیارن، مثل حیدری نشه که واقعا هر چند بازی مصدوم بشه و نتونه خودش کاملا در اختیار تیم ملی بذاره. بسیار خوب، خیلی ممنون داریم که اشکان جوابش چیه. فکر می‌کنی که این اردوهای طولانی میتونه برای تیم مناسب باشه، مفید باشه یا نه؟ نتیجه برعکس ممکنه بگیرن. در مورد زمان اردوها صحبت کرد. نه من فکر میکنم اوکی، برای اینکه من تو جوانان آلمانم بازی میکردم، اردوهای همین بلندی داشتیم، یعنی کمک میکنه، بیشتر کمک میکنه که تیم بیشتر با هم دیگه باشن، نه فقط تو زمین، بیرون زمینم باید همه چی جا بیفته دیگه. آدم بیرون زمین خوب نباشه با هم دیگه، تو زمین هم نمیتونه آدم با هم دیگه فوتبال بازی کنه. به خاطر این فکر میکنم نه همیشه، ولی آدم اردوهای بلندتر بذاره آدم خوبه. بسیار تیم خوبه. خیلی ممنون، مرسی. با علی از تهران و فرهاد از قزاقستان فعلا خداحافظی بکنیم. همکارانمون در قسمت ورزش BBC فارسی با کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی ایران هم صحبت کردند و نظرش رو در مورد قرعه کشی پرسیدن و در پاسخ گفته که برای ایران رسیدن به جام جهانی مثل فتح کردن قله میمونه. ما احساس میکنیم در برزیل تو بهش قرار گرفتیم، میخوایم به عنوان یک تیم پیشرفت بکنیم، ولی با رویای رسیدن به دور حذفی مسابقه پا به برزیل میگذاریم. اگر فرصتی پیش بیاد حتما ازش استفاده میکنیم تا بتونیم از گروه خودمون صعود بکنیم. واکنش آقای کیروش رو فکر میکنید این گروه بندی چی است؟ الان این واکنشی که نشون داده یا چقدر داره شما رو هم خوشبین میکنه که پس واقعا یه برنامه خوبی داره آقای کیروش برای صعود؟ آقای کیروش مربی حرفه‌ای هم و صحبتاشون هم واقع بینانه بود. به هیچ عنوان به قول ما وعده سر خرمن ندادن. گفتم ما همینقدر اومدیم برزیل برای ما یه تجربه، واقعا هم همینطوره. ببینید ما باید ببینیم که به عنوان تیم هایی که وارد برزیل میشیم چقدر شانس قهرمانی داریم. بازم نمیتونیم بگیم خوشبینانه ما میتونیم قهرمان جهان بشیم. ماها تیمایی هستیم که میایم کسب تجربه میکنیم. من معتقدم ما بیشتر به این که حتی تو این جام جهانی، البته معتقدم با این شرایط باید هم شانس داریم که بتونیم به گروه بعدی بریم، به مرحله بعدی بریم، اما خیلی سخته. اما من معتقدم که این جام جهانی میتونه یه تجربه بزرگی برای فوتبال ما باشه. از همین امروز برنامه‌ریزی کنیم برای 4 سال آینده که قراره تو روسیه بازی برگزار بشه. ما باید هر 4 سال به 4 سال برنامه‌ریزیمون فقط جام جهانی باشه. یعنی برنامه‌ریزی اون طوری باشه که ما همیشه حضور داشته باشیم. اگر ما بتونیم مثل ژاپن و کره یا کشورهای دیگه 10 بار پشت سر هم حضور تا جام جهانی پشت سر هم داشته باشیم، دیگه فوتبال دنیا هم رو ما حساب میکنه. اما یه جام جهانی میام تا جام جهانی نمیام، این واقعا همون اتفاقی میفته که فوتبال در واقع زیر سوال میره. من معتقدم که حضور ما تو جام جهانی یه خبر خیلی خوبی برای فوتبال ماست. ما باید از این موقعیت بهترین استفاده رو بکنیم. تیم ما یه مقدار پیره، واقعا باید واقع‌بینانه نگاه کنیم. تیم ما یه مقدار پیره. اگر بازیکنان جوانی اضافه بشن تو این جام جهانی، حتی فقط حضور چند دقیقه‌ای تو میدان داشته باشن، خیلی میتونه تجربه بسیار گرانبهای خیلی چون این فوتبالیست‌های جهانی میشن. اگر فوتبالیست جلوی آرژانتین بازی کنه، مطمئنا یه ماه بعد جلوی ژاپن دیگه براش چیزی نیست اون بازی. حتما آقای رضوی، واکنش شما به این صحبت آقای کیروش فکر کنید چقدر واقع بینانه است چیزی که داره میگه در مورد بازی در برزیل؟ کیروش خیلی قشنگ صحبت کرد. ببینید نه توقع مردم رو بالا برد، نه اینکه از استراتژی خودش تو این فاصله سخن گفت. به خاطر اینکه خب یه مربی برنامه‌ش رو بعد اینکه الان دونست که چه هدفی رو در پیش داره باید برنامه‌ریزیشو بکنه و از فدراسیون مطابق برنامه‌ای که میگه کار بخواد تا براش تهیه کنن و قطعاً خوشحال بقیده من این گروه چون شانس برای ما ایجاد کرده میتونه، یعنی ما غیر دور از دسترس نیستش اومدن بالا و ما میتونیم امیدوار باشیم که
با برنامه‌ریزی و جدیت بتونیم این دسته بیایم بالا. بسیار خوب، خیلی ممنون. بیننده‌های بعدی ما علی از دبی رو خط 1 و الهام رو داریم از واشنگتن رو خط 2 تا نظر بدن. علی از دبی، پیش بینی شما در مورد عملکرد ایران در این جام جهانی با توجه به قرعه کشی که صورت گرفت. با سلام خدمت مهمانای عزیز آقای رضوی، آقای تقوی و آقای دژاگر و همچنین شما و بینندگانتون. البته من یه نظری که داشتم اینه که به نظر من 32 تیمی که اومدن تو جام جهانی مطمئناً همشون با امکانات و با چیز خیلی قوی وارد جام جهانی میشن. بعدم شما اگه دقت کرده باشید تو 2 دوره گذشته جام جهانی تیم ها به هم نزدیک شدن. یعنی انقدر، یعنی اونجوری نیست که شما فکر کنید یه تیم راحت بره بالای به تیم بزرگ یا مثلا تیم ضعیف‌تر چیز بشه. نه، خیلی تیم‌ها به هم نزدیک شدن. شگفتی‌های زیادی هم به وجود اومده. بعدم یه برگ برنده‌ای که الان ایران داره، 3 تیمی که الان تو گروه ایران قرار گرفتن، یه چیزی که دارن، 2 تیم اولشون که آرژانتین و نیجریه، جفتشون هم تیمایی هستن که تو دوره‌های مقدماتی گذشته همیشه نوسان زیاد داشتن. یعنی اونجوری نبوده که فکر کنیم که الان خیلی قوی ظاهر شدن. یعنی خیلی نوسان داشتن. مثلا آرژانتین شما این نگاه کنید تو دوره گذشته واقعا تیم قوی نبوده تو دوره مقدماتی، بعداً ساخته شده. بعدم یه چیز دیگه هم که هست، الان فقط یه چیزی که هست، اگه ایران بازی اولش با آرژانتین بازی میکرد به نظر من خیلی مفیدتر بود، چون تیمای بزرگ تو بازی اول نتیجه‌های خوبی هیچ وقت نگرفتن. یعنی نتونستن اون بازی که باید تو بازی بعد انجام میدن تو بازی اولش. برای ایران یه خورده بدشانسیه، چون ایران یه تیم به علاوه رنکینگ ضعیف‌تره، انگیزه بیشتری داره که جلو تیم‌های بزرگ بهتر بازی کنه. برای همین چون اگه بازی اول با آرژانتین قرار می‌گرفت به نظر من نتیجه بهتری شاید می‌گرفت. بسیار خوب، خیلی ممنون. مرسی علی. تلفن‌های زیادی داریم. با الهام از واشنگتن صحبت بکنیم تا نوبت بقیه هم برسه. الهام سلام و خسته نباشید میگم به همه شما. اینقدر زحمت کشیدین و این برنامه رو برای ما ایجاد کردین که بتونیم صحبت کنیم راجع به تیم ملیمون. ماهایی که خارج از ایران هستیم خیلی احساس میکنم بیشتر علاقه‌مند به این هستیم که این بازی‌های تیم ملی اینا رو دنبال کنیم. ما الان خودمون بچه‌های واشنگتن، بچه‌های ایرانی واشنگتن قرار شده که همه برای بازی‌های جام جهانی جمع شیم و حتما می‌خوایم بریم و بچه‌ها رو تشویق کنیم و مطمئن هستیم که تیم ایران. بسیار خوب، وقتی اونجا رفتی پس حتما الهام قول بده که برای ما تصویر و اینا بفرستی در برنامه پخش بکنیم. حتما این کارو می‌کنیم. البته از بیرون استادیوم، بخاطر اینکه داخل استادیوم اگه بفرستی ما نمیتونیم پخش کنیم، حق پخش رو نداریم، ولی از بیرون استادیوم در مورد اون جو و فضا حتما تصاویر رو بفرست. حتما این کارو خواهم کرد. ما مطمئنیم که تیم ایران و تیم آرژانتین از این گروه میرن بالا. شکی در این نیست. ما مربی خیلی خوبی داریم، بچه‌های تیم خیلی خوب داریم و جا داره اینجا از آقای اشکان که داره خودشو خیلی خوب نشون میده و با اون گلی که چند شب پیش زد بسیار ما رو خوشحال کرد و ما امیدواریم که هر بازی از آقای اشکان یه گل ببینیم. همینجا باید به ما قول بدن. ما خیلی خوشحالیم، بچه‌های خیلی خوبی داریم، مربی خیلی خوبی داریم. یه خواهشی که من دارم اینه که مسئولان و مربیانی که توی ایران هستن بازی‌های دوستانه خیلی خوب برای این بچه‌ها بذارن، بازی‌های دوستانه با تیم‌های قوی، اما تیم‌های رد پایینه که در حد بچه‌های ما نیستن. و یه چیزی که من خیلی توجه کردم توی این سال‌ها که من خیلی فوتبال می‌بینم، بچه‌های ایران موقعی که مقابل تیم‌های قوی قرار می‌گیرن مثل آرژانتین، مثل آلمان یا مثل امریکا که امریکا رو بردیم، در برابر این تیم‌ها قرار می‌گیرن بازیشون چند برابر بهتر میشه و من امیدوارم یک معجزه‌ای به وجود بیاد و ایران بتونه آرژانتین رو بزنه که خیلی ممنون. مرسی الهام. زودتر برو بلیطتو بگیر که دیر نشه. احتمالاً خیلی از ایرانیایی که موقعیتشو دارن حتما خواهند رفت به برزیل که بازی‌ها رو ببینن. بهروز از خوزستان رو خط 1. بهروز واکنش تو چیه به این قرعه کشی که صورت گرفته و اصلا تیم اول، تیم محبوبی که تو داری می‌خوای حتما تا آخر دنبال بکنی، امیدواری که قهرمان بشه، کدوم تیمه؟ من اول جا داره سلام بکنم به شما و مهمانان برنامه‌تون و بگم که حالا ما این قرعه‌ای که به ناممون شده اون چیزی نبود که مد نظر من شخص من بود، ولی خب به نظر خودم با توجه به تیمایی که بهمون خوردن تیمای خیلی قرعه بدی نیست. یعنی ما میتونیم نگاهی داشته باشیم به دور بعدی، ولی خب در نظر بگیرید اگه ما هدفمون
حضور در جام جهانی یه چیز دیگه است، ولی اگه اهداف بلندتری داشته باشیم، اولا نباید ترس داشته باشیم با کدوم تیم بازی میکنیم و چرا البته این ترس توی همه تیم ها هست که میخوان با کدوم تیم ها بازی کنن، ولی خب به هر حال اگه ما هدف درست حسابی داشته باشیم، برنامه‌ریزی درست داشته باشیم، خیلی خوب با رفلکس بهتری میتونیم تو جام جهانی حاضر بشیم. ولی خب به هر حال من چون از آرژانتین بدم میاد متاسفم که با این تیم قوی الان روبرو شد. بسیار خوب، خیلی ممنون. بذارید الان ببینیم که اگه بخوایم در واقع این گروه ها رو از نظر شما بپرسیم خیلی کوتاه، هر کدومتون یه گروه مرگ انتخاب کنید، فکر می‌کنید که سخت ترین گروه چه گروهی خواهد بود و در واقع دشوارترین رقابت‌ها تو کدوم گروه در میگیره؟ شما آقای طرفی. انگلیسی‌ها خیلی میترسیدن که تو این گروه قرار بگیرن که دقیقاً همین گروهه. گروه دی من فکر می‌کنم سخت ترین گروهی که اتفاق برای، چون اینا خودشون برنامه‌ریزی کرده بودن، فکر می‌کردن که اگه تو گروه ای قرار بگیرن که سوئیس و اکوادور به جای فرانسه انگلیس قرار می‌گرفت طبق ردبندی خودشون، طبق قرعه کشی خودشون، میگفتن خیلی راحته، ولی گروه دی به نظر من سخت ترین گروهه. شما اشکان فکر می‌کنید کدوم گروه سخت ترین گروهه؟ گروه مرگ کدومه؟ منم فکر می‌کنم گروه دی سخت ترین گروهه، ولی فکر می‌کنم گروه ای با برزیل هم خیلی سخت گروه سختی خواهد بود. و شما آقای رضوی؟ بله، من هم عقیده هستم با گروه دی. من گروه برزیل و گروه آلمان هم میتونه گروه سختی باشه. یعنی جی و ای به اعتقاد شما هر دو گروه دشواری خواهد بود. خیلی ممنون، مرسی. با الهام از واشنگتن خداحافظی بکنیم. مهران رو داریم از نروژ روی خط 2. مهران، شما فکر می‌کنید تیم ایران وضعیتش الان چطوری است در این گروه، میتونه صعود بکنه؟ بر شما سلام. من وضعیت ایران رو وضعیت خیلی خوبی می‌بینم، منتها با توجه به اینکه مسئولین ایران بخوام برنامه‌ریزی بکنن، هدف داشته باشن، هدفشون برد باشه. با توجه به اینکه ما در مقابل استرالیا هم بازی کردیم، خداداد عزیزی اونجا می‌دونیم که یک گل بسیار قشنگی زد، با نتیجه 2-2 در زمین استرالیا بازی کردیم. ولی اگر ایران هیچ هدفی نداشته باشه، با ضعیف‌ترین تیم آسیایی هم میتونه برای تیم ایران تیم قوی باشه. ولی یه خواهشی، حالا نمیدونم از مسئولین ایران که متاسفانه نمیتونم خواهش کنم، ولی نمیدونم، حالا این امیدوارم که به گوش مسئولین ایران برسه، با هر شکستی آدم مربی تیم رو عوض نمیکنه. اون مربی تیم بایستی زحمت بکشه، نظر خودشو به دیگران برسونه، بعد بتونن نتیجه بگیرن. حالا امیدواریم ما که بتونیم نتیجه در این گروه بگیریم، ولی با این حال بایستی تلاش بکنیم. بسیار خوب، خیلی ممنون. تو اشکان فکر می‌کنی که بازی مثلا اسپانیا و هلند چه بازی خواهد شد، با توجه به اینکه به هر حال به نوعی فینال قبلی داره تکرار میشه باز در همون مرحله گروهی اینجا؟ آیا فقط اینا میان که یه مساوی بگیرن، یا فکر می‌کنی انگیزه برد و توانایی امتیاز درست گرفتن رو یکی از این دو تیم خواهد داشت؟ نه، فکر می‌کنم دوتاشون میخوان ببرن بازیشونو و میخوان نشون بدن که بهترین تیم دنیا کی هستش. فکر میکنم اینم خیلی مهمه تو گروه، بتونی نشون بدی تیم خوبی باشی و فکر میکنم دوتاشون سعی میکنن این بازی رو ببرن. بسیار خوب. اما یه نکته دیگه آقای رضوی، یکی از بیننده‌مون داشت اشاره می‌کرد به اینکه توقع بیش از حد نباید برد بالا، چون بعداً سرخوردگی برای تماشاچی و برای خود تیم حتی ممکنه ایجاد بشه. شما فکر می‌کنید هدف تیم ایران باید توی این جام جهانی چی باشه؟ بیشتر دنبال فقط تجربه باشه، یا اینکه واقعاً اون توقع رو باید به وجود آورد که بازیکن هم در واقع انگیزه داشته باشه برای صعود؟ بله، ما قطعاً یک توانمندی داریم، یه سقفی داره این سطح فوتبال ما. ما اگه بتونیم در همین حد و در همین سطحی که هستیم انگیزه داشته باشیم، از این موجودیتی که داریم حد اکثر استفاده رو با تلاش بیشتر انجام بدیم، خودش کار چیزی هست. ما نباید مقایسه کنیم که ما آرژانتین چی هست، ما چی هستیم. این ممکنه شگفتی ساز باشه، ممکنه چیز باشه. ما فقط باید مسئولین کاری کنن که امکانات لازم در اختیار مربی قرار بگیره و شرایط جوری باشه که انگیزش بچه‌ها برای بازی کردن بالا بره و بتونن از ظرفیت ماکسیموم خودشون در این مسابقات استفاده کنن. من فکر میکنم که این میتونه شانسی باشه. تیم شگفتی ساز فکر میکنید کدوم تیم بشه بین تیم‌های حاضر است؟ شما شروع کنیم.
ببینید این تیم‌ها همه شگفتی سازن، واقعا نمیتونیم بگیم طبعا تیم‌های خیلی قوی که مشخص ازش انتظار هم هست، ولی تیمی که کمتر توقع داشته باشه و فکر می‌کنین این دوره بازیکنایی دارن که بتونن یه اتفاق بزرگ رقم بزنن. بلژیک تیم خوبی میتونه باشه، چون بازیکنایی که الان در حالت تیم بلژیک هستن خیلی هاشون دادن لیگ برتر بازی میکنن و همه‌شون هم تو تیم‌های خودشون به مورای غیر قابل انکاری هستن، مثل بنتکه، مثل لوکاکو، مثل دفاع وسط تیم منچستر سیتی یا کمپانی. و اینا بازیکنان خیلی خوب. من فکر می‌کنم بلژیک میتونه تیم شگفتی سازی باشه. شما چی فکر می‌کنید؟ بله منم فکر می‌کنم بلژیک تیم خیلی خوبی هستش و کرواتیا هم تیمی یعنی تیمی هستش که نباید آدم فکر کنه، ولی من فکر می‌کنم بوسنیا هم تیم خوبی داره. من خیلی از بازیکناشون رو میشناسم که تو بوندسلیگا هم بازی کردن. من میتونم فقط بگم بوسنیا هم تیم خیلی خوبی داره. یعنی مثلا منتظر یه اتفاق بزرگ شاید از طرف این تیم باید بود. شما آقای رضوی؟ من فکر میکنم که برخورد با این که کدوماشون میتونن چیز باشن، ما باید فکر کنیم که مجموعه مسابقات یه مسابقه از خودش یه نیمه داره. نیمه اولش مرحله اول این مسابقاته، یعنی ما بذاریم مرحله اول این مسابقات انجام بشه، نیمه دوم وقت بعد بگیم که پدیده و شانس کدوم یک از تیم‌ها میتونه بیشتر باشه. بسیار خوب، خیلی ممنون، مرسی. با بهروز از خوزستان خداحافظی بکنیم. فرصتی هست با آریان صحبت بکنیم از لرستان. آریان دنبال کردی این قرعه کشی رو؟ بله من همه برنامه‌تون رو دیدم و نظر من اینه که امیدوارم ایران بتونه با تقویت بازیکن‌های خودش در جمع تیم‌های جهانی آبرومندانه بازی کنه. در این حال امیدوارم که بتونه حداقل با بوسنی و نیجریه بازی خوبی برگزار کنه و چند گل هم بزنه. آقا چند سالته؟ سال ما همینه فعلا و شاید به نظر من شاید نتونه بهتر از این بازی کنه، ولی ممکنه بتونه با تقویت قوای خودش بازی خوبی به نمایش بذاره. چند سالته آریان؟ من سوالم از آقای دژاگر این است که سوال من که جواب ندادی. خب بین تیم بوسنی و نیجریه است. بسیار خب، اگه خیلی کوتاه بهتون بگید در مورد بوسنی و نیجریه نظر شما پرسید که فکر کنم گفتید بیشتر نظرتون، حالا اگه کوتاه جمع‌بندی آخر. من میتونم فقط دوباره بگم که بوسنیا من خیلی از بازیکن‌ها رو میشناسم که بازیکن‌های خوبی دارن، تو یعنی خیلی هاشون هم تو آلمان بزرگ شدن و اونجا بازی کردن، بوندسلیگا بازی میکنن. نیجریه نمیتونم زیاد چیزی بگم و اینکه بازیکن به اون صورت نمیشناسم. میگم که فقط اوبافیمی مارتینز رو باهاش یه سال بازی کردم تو وولفسبورگ، ولی فکر میکنم نیجریه هم آسون نیستش، خیلی با فیزیک بازی میکنن. و خیلی ممنون از شما، مرسی. با آریان از لرستان و مهران در نروژ خداحافظی میکنیم. همینجا پایان وقت برنامه نوبت شمای ورزشی امروز میرسیم که ویژه مراسم قرعه کشی جام جهانی برزیل بود. ممنون از مهمانان برنامه محمد تقوی، اشکان دژاگر و عباس رضوی که اینجا در استودیو با ما بودن. ممنون که امروز ما رو همراهی کردید. هر جا که هستید براتون روز و شب خوبی آرزو میکنم. برقرار باشید. خیلی ممنون.